برای شخص روزدار دو خرسندی هست: وقتی افطارش و وقتی واخوردنش پروردگارش را. و اینجا هم آخری حدیث هم ما را به علم عقیده باز جلب میکند. وقتی واخوردن پروردگار، یعنی این ایمان آوردن به روز قیامت و ایمان آوردن به اینکه انسان الله تعالی رو روز قیامت وا میخورد و در پیشگاه الله تعالی به همه رفتار و کردار و عملهایش جواب میگوید. الله سبحانه و تعالی برای ما درک حقیقت شریعت، فهم مقصود شریعت و محاسن شریعت، نیکی های شریعت، بزرگی های این شریعت را برای فهمیدن و درک کردن و آموختن توفیق دهد. واقعا آموختن شریعت ایمانی بنده را زیاد میکند. الله تعالی ما و شما را برای عملهای بهترین قوت و یاری دهد.